بسم الله الرحمن الرحیم و بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان ارجمند، شما نیز مثل ما شاید شنیده اید وقتا نفر کاری غیر شرعی انجام میدهد، مرتکب گناه می شود و نفر او را نصیحت کرده چیزی میگوید باز میدارد و در جواب میگوید به من چی کار دارید، کاری خودتان نکنید. شاید کسانی دیگری نیز با او جمع شده او را پشتیگیری کرده میگویند به نفری که میخواهد نصیحت کند چرا با کارهای دیگران دخالت میکنید، به دیگران چی کار دارید گفته او را نکوهش هم میکنند. بیایید به این نوع برخورد به نصیحتگران یا به این پدیده از نگاه شرعی و اجتماعی نظر کنیم. بیایید یک سوال مطرح کنیم. اگر مثلا نفری در راه ناگهان به بیماری گرفتار شده افتد و یا ماشینش درگیرد و سوختار دچار شود یا خانه‌اش و نفری به او دخالت کند، خواهد او را کمک کند، آیا نفر چنین جواب میدهد؟ مگر او را میگوید که به من چی کار داری، کاری خودت را کن، به من کاردار نشو گفته آیا چنین برخورد میکند؟ البته نه. پس کاردار شدن به کاری کسی دیگر نه همیشه مذموم و عیب بوده، برعکس دخالت کردن در چنین حالتها این یک واجب انسانی است. اگر شخصی دخالت نکند، اون بیمار را مثلا نبردارد یا شخصی که به سوختار گرفتار می شود کمک نکند، مذمت میبیند، میگوید اون شخصی است که به حال دیگران توجه ندارد، خودخواه است، که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت دهند آدمی از زحمت و رنج دیگران بی‌پرواست گفته مذمت میبیند. پس بینندگان گرامی، وقتا نفری ماشینش در میگیرد یا خودش بیمار میشود، واجب باشد که به حال او ما دخالت کنیم. نفری که به گناه دست میزند، مرتکب معصیت ها می شود، کاری غیر شرعی انجام می دهد و البته که به این معناست که نفسش را خودش را به خطر عذاب جهنم روبرو کرده. پس چگونه می توانیم دخالت نکنیم؟ نفری که کاری غیر شرعی انجام می دهد در چشم جامعه، در پیش چشم دیگران، نه تنها زیانش بر خودش است بلکه او هم خود گناهکار شده، هم جامعه را به فساد می کشد. بنابراین وظیفه ایمانی و انسانی اطرافیان اهل جامعه این است که به او دخالت کنند، پیش راه او را گیرند، به هر راهی به هر اسلوبی که توانند. البته و این شعاری که گوری من جدا گوری شما جدا، به من کاردار نشوید، کاری شما به من چی و غیره، در چنین حالت‌ها که گفته می شود حرف‌های باطل است که مانع اجرا شدن فریضه از فریضه های دین می گردد، مانع اجرا شدن امر معروف و نهی منکر می گردد. واجب امر بالمعروف و نهی از منکر یعنی به کار نیک فراخواندن مردم و آنها را از کار زشت باز داشتن، منع کردن، این تنها وظیفه خطیبان و داملاها و روشنفکران و اصلاحگران نیست، بلکه این یک فریضه حتمی دینی بر ذمه هر فرد مسلمان است. این فریضه حتمی است که در دهها آیه قرآن خداوند بر آن تأکید کرده، پیامبر صلی الله علیه و سلم در احادیث صحیح بر آن امر کرده و از ترک آن هشدار دادند. التواصی بالحق یعنی یکدیگر را به کار حق، به کار نیک، به کار درست توصیه نمودن، امر نمودن و یکدیگر را از انجام کار زشت باز داشتن، این فریضه هر فرد مسلمان است. یعنی چون نفر کاری غیر شرعی انجام دهد، کاری گناه مرتکب شود و کسانی دیگر سکوت کنند، اینجا دو نفر گناهکار می شود، یک نفر برای اجرای آن کار، یک نفر برای سکوت کردنش. اینجا دو کس گناهکار است. و آن جامعه که در آن مخالفات شرعی، کارهای غیر شرعی ضد دینی اجرا می شود، کارهای منکرات انجام می شود و اهل جامعه هیچ برخورده نسبت آن کار و آن انجام دهنده آن کار هیچ برخورده نشان نمی دهند، بی تفاوتی می کنند، این جامعه بیمار است. از نگاه دین و شریعت این جامعه به بیماری بی تفاوتی، به بیماری ترکی فریضه امر بالمعروف و نهی از منکر دچار گشته است و هر جامعه‌ای که به چنین بیماری گرفتار شود روز از روز در فساد بیشتر غرق می گردد. فساد و منکرات در آن جامعه هر روز بیشتر و بیشتر پهن می گردد. بیایید ببینیم که خداوند عزوجل در مورد این عبادت امر بالمعروف و نهی از منکر، عبادت اصلاحگری به اندازه توان خود چه گفته. خداوند عزوجل این امت آخرین را خطاب کرده، میگه کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. یعنی همین خصوصیت، همین صفت امتیاز است که این امت آخرین را بهترین امت گردانیده.
خداوند عزوجل میگوید که از بس که چنین صفت دارید شما بهترین امت هستید. یعنی همین صفت و همین خصوصیت شما را در میان امتان برتری بخشیده و چون از این خصوصیت دست کشید، این صفت در شما دیده نشود، هیچ خیریت دیگر ندارید. پس بهتر بودن شما در میان امتان دیگر همین است که شما خصوصیت اصلاحگری دارید. هر یکی شما یعنی در دلش غم اصلاح کردن، دخالت کردن و پیش راه منکرات را گرفتن دارید. مادام همین صفت در شما باشد شما بهترین امتید. و هر فردی از امت مادام چنین حسیات در دلش باشد، چنین غمخواری، البته اون مسلمانی با امتیاز است. و مردمی که از این مسئولیت دست میکشند، این واجب شرعی را انجام نمیدهند، یعنی نسبت مردم به تفاوت میشوند، به مردم کار نمیگیرند. قومی که چنین کردن خداوند عزوجل در قرآن قصه کرده که به لعنت الهی گرفتار شدند. خداوند عزوجل درباره بنی اسرائیل در سوره مائده میفرماید: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. یعنی خداوند عزوجل میگوید کافران بنی اسرائیل از زبان داود علیه السلام و از زبان عیسی علیه السلام لعنت شدند و این لعنت شدنشان به این خاطر بود، به این سبب بود که خداوند را نافرمانی کردند، اهل معصیت بودند و یکدیگر را از کار گناه نهی نمی کردند. یعنی یکدیگر را از کار گناه باز نمی داشتند، به تفاوت بودند. کی چیکار میکند کاردار نمی شدند. خداوند عزوجل در پایین آیت میگه لبئس ما كانوا يفعلون، چه بسا کار زشت کردند، چه بسا کار قبیح کردند که به تفاوتی نشان دادند نسبت به اهل معصیت، نسبت به کسانی که گناه انجام میدهند کاردار نشدند. چه بسا کاری بد کردند که به لعنت گرفتار شدند. و اصلاحگری برکتی دارد که سبب میگردد عذاب و درد و رنج و مصیبت ها از جمعیت برطرف گردد و ترک آن سبب می شود که بلا و مصیبت و عذاب الهی بر سر آن اهل جمعیت فراید. خداوند عزوجل در سوره هود فرموده: و ما کان ربک لیهلک القرى بظلم و اهلها مصلحون. و خداوند هرگز اهل شهری را هلاک نمی سازد مادام در آنجا اصلاحگران باشند. در آن شهر اگر اصلاحگران وجود داشته باشد، این ضمانت بر امان آنهاست، کفالت بر این است که عذاب الهی بر سر آنها نازل نمی گردد. و این جمله که شعار اکثری مردم شده که به من کار نگیر، به من چی کار داری، کاری خودت را کن، گوری تو جداست گوری من جداست، این جمله ها از بدترین کلمات است که انسان به زبان می آورد، از قبیحترین کلمه ها است که انسان مسلمان به زبان می آورد. نباید در برابری شخصی که او را نصیحت می کند نباید چنین جواب گوید. این از زشتترین جواب هاست. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که آن را امام نسائی و امام بیهقی روایت کردند فرمودند: ان ابغض الكلام الى الله تعالی عز وجل ان يقول الرجل لرجل اتق الله فيقول عليك بنفسك. از زشترین، از قبیحترین سخنها نزد خداوند این سخن است که مرد دیگری را و قصد نصیحت چیزی گوید و او در جواب گوید کاری خودت را کن، به من کاردار نشو. این از زشترین سخنها نزد خداوند است. توصیه کردن یکدیگر را به کار حق، به کار نیک، به کار صلاح، به راه ایمان، این یکی از شرطهای چهارگانه است که انسان از خسران و زیان رها می شود. خداوند عزوجل در سوره عصر فرموده: والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هر آینه انسان در خسارت است، هر انسان در زیان است بجز کسی که این چهار صفت را دارد، مگر کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و تواصوا بالحق و یکدیگر را به راه حق توصیه کردند، یکدیگر را به راه حق فرا خواندند، نصیحت کردند و تواصوا بالصبر و این چنین یکدیگر را به صبر توصیه کردند، نصیحت کردند. یعنی نصیحتگری این از شرطهای اساسی برای رها شدن از زیان است. هر کسی نکند در خسران باقی میماند و هر کسی از اهل این صفت باشد، از اهل این عمل باشد، از خسران بیرون میگردد، اهل سعادت و نجاح میگردد. پیامبر صلی الله علیه و سلم
در حدیث دیگری که آن را امام ترمذی و امام احمد روایت کردند هشدار دادند از ترک امر بالمعروف و نهی منکر. امت را هشدار دادند که اگر این صفت را این عمل را ترک کنید چنین می شود. گفته فرمودند والذی نفسی بیده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر او لیوشکن الله ان یبعث علیکم عذابا ثم تدعونه فلا یستجیب لكم. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند قسم به ذاتی که جان من دست اوست، حتما یا امر بالمعروف و نهی از منکر میکنید و یا خداوند زود است که اگر ترک کنید، یعنی اگر چنین نکنید، اگر این فریضه الهی را ترک کنید، اگر نسبت اهل معصیت و گناه به تفاوتی کنید، گید ما کار نداریم به آنها، حتما خداوند عذابی به شما نازل میکند. سپس هرچند خدا را دعا میکنید دعای شما را نمیپذیرد، دعایتان را قبول نمیکند به سبب اینکه شما این فریضه را ترک کرده اید. پس اصلاحگری وظیفه هر فرد مسلمان است. وظیفه تنها خطیبان و داملاها و روشنفکران نیست. هر فرد مسلمان چون ببیند در حضور او، در پیش چشم او یا شنود که کدام مسلمان کار خلاف شریعت کرده، وظیفه ایمانی اوست، واجب شرعی اوست تا با دست است یا با زبان است و یا با قلب است حداقل آن را انکار کند، مخالفت خود را اظهار کند و رد فعل یعنی واکنش نشان دهد. بی تفاوت بودن و کار نگرفتن این ترک نمودن فریضه از فرائض دین است. در حفظ و امان خداوند باشید.